من یاری یاری کردم، دل به قراری کردم. یاران این زمانه مثل گلی انارن. از دوری بو دارن، نه، از دوری جلوه دارن، نزدیک بوی ندارن. از هم خاطر از اون دوستانی که از دوری با تلفن چقدر گپ میزنن. ما برادر هستیم دیگه و دیگه. چنانکه عمر خیام میفرماید که رفیقان، دوستانی خوب مثل بریلیانت هستند. رید که اونها را پیدا کرده میتونیم، به نهایت کم هستند، اما پدلکای بریلیانت و پدلکای بگیم نقره و پدلکای طلا به نهایت زیاد هستند. هر وقتی که با همراه اونها شیشتیم اگر در سر یک دسترخوان، اون معنی نداره که اونها دوستا و جانی ما و شما هستند. دوست یار رفیق خوب را در حالتی که یگان مشکلی دمیزین در اون حالت بعد میشناسی. تا اون زمانی که یک بیگان مشکلی گرفتار نشی اونها را تو نمیشناسی. از همون خاطر انسانی که یعنی رفیق سه گونه انسان میشه. دوستانی که سه نوع دوستا هستن. یکی از اونها نانی و جانی و زبانی. زبانی با هم معلوم است که یعنی فقط میلقه گپ میزنه و گپ میبره و دیگه و دیگه. یش زبانی. جانی فقط برای یگان مشکلات خودش، برای منفعت خودش یعنی یاری و رفیقی میکنه. اما جانی در حالت مشکلی او رو میشناسی. در حالت یگان پرابلم داری یا که زنگش میزن در هر یک حالت میبرداره میگه لبی دوستم چیکار کنم، لبای حالت میگه زنگ بزن. یعنی در دوستا رو ما الحمدلله کم هستن، به نهایت کم هستن الحمدلله، اما هستن هم گونه برادرها که به خاطر الله برادری میکنن. با هم خاطر دوستانی که در اسلام نزدیک هستن، دوستانی هستن که با طاعت عبادت الله هستن. برادرایی که هستن اونها را از خودتان دور نکنین. اما برادری که به خاطر ملک و مال است، به خاطر یگان منفعت خودش است، با اونها سر اسرار دل خود را نگین. با اون خاطر زمانه یک زمانه هم است که سبحان الله برادر جانی را پیدا کردنش به نهایت مشکل است. هستن الحمدلله اما متاسفانه کم هستن. و برادران عزیز کدامید که در شهر یکتری مورگن رقم ها در روی اکران میتون برای حجامه، برای گرانیت رفتن رقم هایی که در روی اکران میبینین، برای گرانیت رفتن پریسکت کرده میتونین که زنگ بزنین برادر ما و شما های. با اون خاطر برادران عزیز حرکت کنین، از الله سبحانه و تعالی طلب کنین که پروردگار برامون دوستانی خوب نصیب بگردان که اونها با طاعت عبادت الله باشن و در دین اسلام خدمت کنن. یعنی اون گونه برادر را طلب کنین از الله سبحانه و تعالی. و برادرایی که به خاطر یگان منفعت هستن، به خاطر ملک و مال، زمانش میشه گفت که پدناش کرد میتن به دهن میغلطی که با تمام دندونات میریزن. یعنی مطلب باید تمام دندونا ریختن پدناش که این معنی که شکست سخت میخوره و برادرها. با مخاطر یعنی از اون گونه برادر الله سبحانه و تعالی هر یک دیمه و شما را نیاب داره. به نهایت مشکله و زمانی هست که نمیفهمیم برادرت کیه است، رفیقت کیه، دوستت کیه، دشمنت کیه. از اون خاطر یعنی از الله سبحانه و تعالی طلب کنه، الله خودش حل میکنه همه مشکلات. بخیر در امان الله باشین. السلام علیکم.